یه تمرین خیلی ساده برای دوستانی که تازه میخوان ترک ایزی رو یاد بگیرن. کف دستاتون رو به مدت حداقل 30 ثانیه با تمام سرعت به هم بمالید. بعد از هم دور کنید و آروم آروم به هم نزدیک کنید. از یه جا به بعد یه انرژی رو بینشون احساس میکنید. با این انرژی بازی کنید و سعی کنید بیشتر ارتباط بگیرید. حالا به جای یکی از دستاتون یک شی رو انتخاب کنید. و ساده ترین شیئی که میتونید انتخاب کنید یه هرم کاغذی خیلی ساده است. هر چی این هرم کوچیک‌تر باشه بهتره و توی مکانی که جریان هوا وجود نداشته باشه و خودتون هم ماسک بزنید. حالا سعی کنید این انرژی رو بین کف اون یکی دستتون و این شی احساس کنید. اینقدر این کار رو انجام بدید و تا یه جا به بعد این شی شروع کنه به دور خودش چرخیدن و حرکت کردن و این به خاطر اون انرژی باشه، نه عامل خارجی دیگه‌ای. و 99% افراد توی اولین تمرین معمولا موفق نمیشن و این تمرین رو باید ادامه بدید و همینطور برای نتیجه‌گیری سریعتر تمریناتی که برای فعالسازی چاکرای کف دست هستن خیلی کمکتون میکنه. ماساژ دادن کف دست‌ها با سنگ لابرادوریت تاثیر خیلی زیادی میذاره و همینطور تغذیه سالم و مراقبه به شدت کمک کننده هستش.